که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. سلام به دنیای جوانی، به دنیای آرزو و آرمان ها، به دنیایی که پر از موفقیت و تلاش هاست. اینجا مایم جوانان امروز، سازندگان فردا، با برنامه دنیا پر از جوانی است. پس همراه ما باشید تا با جوانان سازنده و موفق آشنا شوید و پیرهی آنها را پیش گیرید. اوشو یکی از نمودهای جالب و قدیمی صنعت رزمی شرقی می باشد که در ولایت سوق نیز رشد یافته میان جوانان محبوبیت پیدا کرده است. این ورزش که ریشه در فلسفه چینی هماهنگی روح جسم دارد، امروز برای صدها نورس و جوانان ولایت سوق نه تنها یک مشغولیت جسمانی بلکه مکتب اخلاق، انتظام و خودبهادی‌ای گردیده است. در شهر و ناحیه‌های گوناگون ولایت سوق مکتب‌های مخصوص اوشو فعالیت میکنند. در این مرکزها آموزگاران صاحب تجربه با اصولهای معاصر تعلیمی اوشو جوانان را به ورزش، طرز حیاتی سالم و خودباوری تربیت میکنند. زیاده از 4 سال من در اوشو و در سمت ورزش کار میکنم، فعالیت میبرم. امروز من میخواستم درباره یکی از شاگردای فعال خود سخن گویم. کریم معتبرخان یکی از شاگردای فعال من میباشد. او زیاده از 5 سال مشق میکند در ساحه اوشو. در این وقت او در چندین مسابقه بین المللی شرکت ورزیده، دستاوردهای زیادی آورده است، مدال‌های زیاد، مدال‌های جهانی 1، 2 و دیگر گرفته است. کریم معتبرخان با نمونه خود نشان می‌دهد که جوان دختران تاجیک نیز می‌توانند در ساحه ورزش مشق نموده جایهای اول را به دست آورند و نام جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند. امروز ما دیده ایستادیم که شماره جوان دخترانی که به ورزش و به اوشو مشغول هستند زیاد شده ایستاده است. این نشانه آن می باشد که جامعه ما پیشرفته ایستاده است. اوشوگران ولایت سوخت بارها تاجیکستان را در مسابقه های جمهوریوی و بین المللی نمایندگی کردند. در چند سال اخیر نورسان و جوانان ولایت در چمپیونات های آسیا و جهان اشتراک نموده جایهای افتخاری از جمله مدال های طلا، نقره و برنج به دست آوردند. شخصیت های برجسته چون مربی و چمپیون های جوان همچون نمونه عبرت برای نورسان شناخته شدند. اوشو در تربیت جوانان برای بلند برداشتن معرفت ورزشی، ترغیب انتظام، احترام کلانسالان و خاکساری، پیشگیری عادتهای بد و روانه‌سازی جوانان به طرز حیاتی سالم می باشد. در اوشو نه تنها حرکت‌های جسمانی بلکه فرهنگ اخلاق، خودنظارتی و احترام همدیگر نیز تعلیم داده می شود. امروز اوشو در ولایت سوق نه تنها یک مشغولیت ورزشی است بلکه روزانه است به سوی طرز حیاتی سالم و انسانیت پذیری. با تلاش مربیان فدایی و ورزشگران با استعداد، این صنعت شرقی اکنون یک جزء مهم فرهنگی ورزشی در ولایت سوق گردیده است. اوشو صنعت پیوستن روح و تن می باشد. در اوشو زیبایی با قدرت یکجا می شود. هر ضربه، هر حرکت یک فلسفه است. آن از انسانی ضعیف یک شخصیت استوار، متمرکز و باوری بخش می سازد. زیرا اوشو نه تنها
ورزش بلکه راه روشنایی باطن است، راه توانایی، اخلاق و آرامی ذهن. امروز اوشو نه تنها برای پسران است بلکه دختران تاجیک نیز با حرکت‌های نازک ولی پرقوت ثابت کردند که ورزش تنها برای پسران نیست بلکه دختران نیز می‌توانند در این مسابقه ها شرکت ورزیده نام برداری وطن گردند. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، امروز جوانان ما نه تنها در دیگر ساحه بلکه در ورزش نیز خیلی موفقند و در برابر این نه تنها پسران بلکه جوان دختران نیز موفق گشتند و راه خویش را دریافت کردند. و همصحبت من هستند جوان دختری فعال، چون که استادشان گفتن هم در جاده ورزش و هم در جاده تحصیل خیلی فعال گشتند و موفق هستند. معتبر خانم، ما از شما پرسیدن میخواهیم که چگونه شما میل و رغبت به ورزش را پیدا کردید و عموما در همین ساحه اوشو؟ من از خودم به نمودهای گیمناستیک خیلی شوق و هوس داشته بودم و در وقتی مکتبیم با نمود اوشو مشغول شدم. این نمود ورزش به من خیلی پسند آمد. نه تنها این نمود ورزش است، این هم برای سلامتی بچگان از دوره خردیش خیلی کمک میرساند و سلامتیش به خود انرژیش رو با طرف سالمی صرف می نماید. خود شما از چند سالگی به همین ورزش مشغول شده؟ من از 14 سالگی به این نمودی ورزش مشغول شدم و تا باز همین وقت مشق کرده ایستادم. تا امروز در کدام آزمون ها اشتراک کردید و چی دستاوردها دارید؟ در این نمود ورزشی من به مسابقه های داخل شهر، بیرون از شهر جمهوریوی اشتراک کردم. جایهای اول را گرفتم. سال 2024 در مسابقه کشاد فدراسیون روسیه شهر سنت پترزبورگ اشتراک کردم و جای اول را گرفتم. چطوری که می‌بینم در اینجا دستاوردهای شما گذاشته شده است، چگونه این دستاوردها را به دست آوردید؟ همین سال من در سزاواری استیپندی رئیس شهر خوجند از نمود ورزش اوشو سزاوار گردیدم. باز در این نمود ورزش من نامزد استاد ورزش و استاد ورزش را به دست آوردم. برای شما مشکل نیست که در این جوانی استاد ورزش بودن؟ مشکل نیست. من از عهده‌اش برمی‌آیم که من هم دانشجو می باشم هم ورزشگر می باشم. من ختم کننده سال 2025 می باشم در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان. شما کدام اختصاص رو ختم کردید؟ اختصاصی به حسابگیری بوکالتری، انداز و تحلیل رو ختم کردم. میخواید در همین جاده‌ای که انتخاب کردید ورزش و دانشگاه رو که ختم کردید راه را در کدام سمت ادامه میدید؟ در سمت تحلیل خودم که من اختصاص خود را پیش برده بوکالتری در سطح بین المللی به حسابگیری بوکالتر می شوم. در این سال 2024 و پایان سال 2025 ورزش اوشو اومد این فدراسیون شمایان و چه دستاوردها نایل گردید؟ از ماه مارد ما مسابقه گذراندیم و از همه مسابقه کلانترین در شهر خوجند و در سال 2025 ماه مای 15-16 مای گذشت. در این مسابقه این یکی مسابقه های کشاد چمپیونات جمهوری تاجیکستان بود. چهارمین مسابقه کلان که ما میگذرانیم. یک چند دولت های نزدیکمان اشتراک نمودند، مانند ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان اشتراک نمودند. در این مسابقه زیاده از 600 ورزشگران و تماشابینان اشتراک کردند و تاجیکستان در سطح بلند برق خود را برداشته در این مسابقه اشتراک کردند. استاد شما کی است در این جاده اوشو؟ استاد من کریمه منظوره می باشند.
یکی از استادهای بهترین. من خیلی خرسند هستم که آن کس استادی من میباشند. چون شما جوان هستید از عهده همین مسئولیت ها چگونه برمیآیید؟ در اول خیلی مشکل می باشد. در همه جا وقت یافته اشتراک نمودن، لیکن این به من یک موتیواسیون می‌دهد. من همچون جوانی فعال می باشم و به دیگر جوانان گفتنی هستم که ما همچون جوانان تاجیکستان باید از همه شرایط هایی که به ما اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کردن استفاده برده وطن عزیزمان را، پرچم عزیزمان را بلند برداریم. در آینده نیز من میخواستم ساحه خود را خود آموخته و باز هم مربی نمودی ورزش شوم و میخواستم که شاگردان را به این نمود مشق گذاشته به سطح بین المللی برارم و یک جایه پرچم عزیزمان را نام دولتمان را برداریم. بهترین. اصلا امین اوشو چگونه ورزش است؟ اوشو این ورزشی خطایی می باشد. از نامگیریش از خطای آمده ایستاده است. اوشو یعنی بیوای اسکوستو می باشد و به هر یک انسان سالمی می بیارد. در آینده چی نقشه دارید؟ آینده دور نمیریم. در همین سال باز یک مسابقه کلان می باشد. در خود دولت خطای مسابقه میگذرد. میخواستم در همان مسابقه اشتراک کرده چمپیون مسابقه کردم. بهترین. متبرخان ما به شما بردباری تمنا داریم و میخواهیم که در همه مسابقه در پیش ایستاده همیشه موفق باشید و نامبرداری وطن عزیزمان گردید. رحمت. بیننده های عزیز، صحبت داشتیم با معتبرخان کریمه و ورزشکاری جوان. شما نیز میتوانید پیرهی این گونه جوانان را پیش گرفته نامبرداری وطن عزیزمان گردید. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانی هر روز یک پیام دارد، پیام از سازندگی، پیام از دوستی و رفاقت جوانان و ما نیز در گوشه پیک جوانی برایتان بخش آماده کردیم تا شما نیز از جوانان موفق و سازنده ولایت سوخت و دستاوردهای آنها باخبر گردید. با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های نورک، دنغره، تیمورملیک، کویلاب و مومن‌آباد ولایت ختلان مهمانی جوانان و فستیوال دوستی جوانان 2021 آغاز گردید. مهمانی از 16 تا 20 ایون با اشتراک زیاده از 120 نفر جوانان فعال مملکت از جمله نمایندگان ولایت سوخت دایر گردید. جوانان فعال ولایت سوخت در برابر دیگر همسالان خود در این چاره‌بینی و فستیوال مهم شرکت ورزیده و همچون نماینده دوستی و وحدت فرهنگ زیبای دیارمان را معرفی کردند. ما جوانان در دوره این فستیوال سه شهر و ناحیه‌های تاریخی و سیاحی وطن عزیزمون را دیدن نمودیم و حالا باشد ما در دوره فستیوال در شهر باستانی کویلاب قرار داریم. این فستیوال که بخشیده به روز وحدت ملی در فضای آباد و آسوده میهن جریان دارد، یک امکانیت خوب است برای متحد نمودن جوانان کشور، تحکیم بخشیدن رابطه‌های دوستی و باز هم آشنایی پیدا نمودن با فرهنگ و مدنیت خلق تاجیک. از نزدیک دیدن نمودن جوانان از مکان‌های سیاحی و تاریخی میباشد. تشسم مینداره سرنامه خود را به پیشوا معظم ملت و رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای توجه و غمخوری‌های بی‌واسطه و تشکیل نمودن چنین فستیوال و چاره‌بینی سطح بلند برای جوانان کشور میرسانند. واقعا همچون یک جوان خوش‌طالع دوران استقلال شکرانه از آن می نمایم که در چنین کشور آباد و آزاد در چنین فضای صلح و ثبات زندگانی می نمایم. پیش از همه مینداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می رسانند که واقعا امروز ما جوانان سعادتمند دیار خوشبخت‌ترین جوانان هستیم که در چنین فضای امن و آسایش زندگی کرده ایستاده‌ایم و امروز که ما را به چنین خط سیری یعنی جوانان وحدت سرا و کاروان دوستی جوانان ما را رهسپار نمودند،
این همش از دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت و حکومت مملکت گواهی می‌دهد. در دایره مهمانی جوانان در این شهر و ناحیه‌ها برنامه‌های گوناگون از جمله همایش و فستیوال، مشورت و برنامه‌های کنسرتی شام جوانی برگزار گردید. اشتراکچیان همزمان با موضوعهای تاریخی و سیاحی شهر و ناحیه‌های بالا ذکر شده شناس شدند. فستیوال با مقصد وسیع نمودن جهانبینی جوانان، شناسایی با فرهنگ نیاگان، عرف و عادت و مهمان‌نوازی ملت تاجیک، مدنیت شهرداری، تحکیم دوستی جوانان، تربیت آنها در روحیه وطن دوستی، ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و تحکیم صلح و ثبات در مملکت برگزار کرده می شود. تاجیکستان هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت سوخت یکی از مؤسسه‌های مهم تربیوی و معرفتی برای کودکان و نورسان و جوانان میباشد که بیرون از درس آنها را به جهان دانش، هنر و ایجاد وارد می‌سازد. این مرکز با ده‌ها محفل آموزشی فعالیت می‌کند، از روبوتکنیک تا صنعت تصویری. در اینجا هر کودک امکان کشف استعداد و پرورش قابلیت خود را می‌یابد. آموزگاران این مؤسسه نه تنها دانندگان فن بلکه دوست و راهنمای جوانان میباشند. با محبت و مهربانی به هر یک اشتراکچی الهام میبخشند و برای رشدشان شرایط مساعد فراهم می‌آورند. طول 4 سال است که در همین مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت کار و فعالیت برده ایستاده‌ام. در اینجا ما شاگردان زیاد تعلیم و تربیت می‌دهیم، مخصوص شاگردان را با برنامه‌هایی که با مرور زمان ترقی کرده ایستاده است. این هم باشد با آموزاندن زبان‌های برنامه‌سازی. باز در اینجا ما مهمترین موضوع‌هایی که برای همین آموزشی کامپیوتری ضرور است می‌گذاریم. این هم باشد با برنامه‌های کار کردن با برنامه‌های آفیسی و غیر از این برای بچه‌هایی که خوانندگانی که الکی طول 1 سال آمده موضوعهای اساسی که همین برنامه‌های آفیسی است، خودی شناسایی با کامپیوترهای فردی است، الکی آموخته شدن. با آنها زبان‌های برنامه‌سازی می‌گذاریم به مانند از آغاز آن HTML، CSS یعنی که فرانت-اند نام دارد. بعد آنی که آنها فرانت-اند را جنبست میکنند، ما با آنها الکی دیگر برنامه‌هایی که باز هستند پایتون، C++، C# هستند. الکی این در سال 3 خوانشی تحصیلی آنها برقرار میگردد. مخصوصا شاگردان داریم که در روند آزمون‌های جمهوریوی و ولایتی دستاوردهای خیلی شایسته دارند. این هم باشند شاگردی ما پولادوف بهرامجان هستند که در آزمون‌های اکادمی خرد علم‌ها اعضای حقیقی این اکادمی خرد علم‌ها هستند. باز یک دستاورد ما این است که در آزمون علم فروغ معرفت که سطح جمهوریوی است با امر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان این آزمون تشکیل و برگزاری کرده شده ایستاده است. پیوسته اشتراک نموده جاهای نمایان را اشغال کرده دستاورد داریم و باز هم آزمون‌های ولایتی سطح ولایتی اختراعکاران و نوآوران نورست، المپیادای تکنیکانی نورست اشتراک کرده یک قطار دستاوردهای زیاده به دست آوردن. نگفته نماند که شاگرد ما پولادوف بهرامجان طول 3 سال است که در این محفل آمده آموزش میگیرند، پیوسته در آزمون‌ها نیز اشتراک میکنند. باز ما کوشش داریم دیگر شاگردانی که حالا در اینجا آموزش گرفته ایستادند طول 2 سال است آمده ایستادند، آنها را نیز پیوسته در آزمون‌ها آماده سازیم و آنها را تیار کنیم.
بینندگان عزیز، ما در مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوخت قرار داریم و ما اینجا آمدیم تا با جوانان لیاقتمند اینجا صحبت کنیم و از دستاوردهای آنها باخبر شویم. و در نزد من جوانی هستند که امروز با اختراع خود غالبیت‌ها را به دست آوردند و در یک چند قطار آزمون‌ها غالب آمدند. السلام علیکم. بیاید صحبت را از آن سر میکنیم که شما چگونه میل و رغبت و هوس پیدا کردید به اختراع کاری؟ من از خود شوق را به اختراع کاری خیلی شوق و رغبت داشتم و میخواستم آینده با همین سمت روم و حاضر باشد من به آزمون‌های علم معرفت و اینچنین آزمون‌های اختراع کاران نورست اکادمی خرد علم‌ها جایهای اساسی گرفته و غالبیت را به دست آورده ایستادم. بهترین. آیا در هم تحصیل و هم در اشتراک در آزمون‌ها برای شما مشکل نیست؟ نه. برای آنکه من در این تحصیل آمده همه کارهای خودم را کرده می‌ایستم. شما چی اختراع کردید که به اعضای حکمان پسند گردید و شما غالبی آزمون دانسته شدید؟ من نیروی شبکه‌ای که آماده کردم که برای ویرتوال پریمیر کادر یعنی که ما میگیم یاری میرساند. ما میتوانیم یعنی که یگان لباس که در اینترنت دیده باشیم اگر ما آن رو دیده میتوانیم پشت نمیتوانیم. همین برنامه که ما آماده کردم همین پرابلم را حل میکند. چگونه این برنامه با نیروی شبکه‌ای که کار میکنند ما میتوانیم تنها با یک عکس خودمان و عکس لباس که ما در نیروی شبکه یافتگی میتوانیم با تنها دو عکس خودمان رو با همون لباس دیده میتوانیم. حاضر شما میتوانید این عمل رو در کامپیوتر خود اجرا کرده به ما نشان دهید؟ بله. این اینترفیس برنامه من باشد. ما در اینجا میتوانیم عکس خودمان رو مانده و عکس یگان لباس یافتگی ما مانده میتوانیم. من اینجا عکس یگان خودمان میمونه که من در اینجا مدل های پدبار کردگی و لباسی که در دل خود ما داشته باشیم. نه این اختراع خودتان است. خیلی. با پیشنهادی که شما این اختراع را کردید استاد شما کی است؟ استاد ما کریم و می باشند که به همین محفل آموزگارشته کار کرده می هستند. و همین چیزها را به شما یاد میدهند؟ همین چیزها را به ما یاد. شما با پیشنهادی همین برنامه در آزمون غالب آمدید؟ بله. بهترین. شما در آینده باز نقشه دارید که دیگر برنامه ها را سازید، آماده کنید و پیشنهادی همون نفرانی که به آن احتیاج دارن گردانید؟ بله، ما همین برنامه ما نوگیری ها دارم و در آینده نیروی شبکه‌ای نو ساخته هستم. در آینده به کدام اختصاص داخل شدنی هستید؟ شما که حالا خواننده مکتب هستید؟ در کدام مکتب تحصیل میکنید و آینده در کدام دانشگاه تحصیل کردن میخواهید؟ حاضر باشد من در مکتب 15 ناحیه باباجان غفورов تحصیل کرده هستم و در آینده میخواهم که به دانشکده پلیتکنیکی داخل شوم. بهترین. ما برای شما موفقیت تمنا داریم. بگذار که همیشه موفق باشید و به دوستان اینترنت و همین شبکه‌های اجتماعی و برنامه دوستان باز برنامه‌های خوبی را پیشنهاد گردانید. همیشه موفق باشید. نفس با یک ترانه از محبت عاشقانه وای عاشقانه که بیماند زی عشق پاکم از جوانی همچون نشانه نفس با یک ترانه از محبت عاشقانه وای عاشقانه که بیماند زی عشق پاکم از جوانی همچون نشانه لب و دیدیل با یک نگاهت افسونم کرد چشمی سیاهت بسرایم از برایت وای از برایت لب و دیدیل با یک نگاهت افسونم کرد چشمی سیاهت بسرایم از برایت وای از برایت درد مرا دوا بخشی و هم صفا درد و بلا بلای
آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، همراه شما بودیم در عالم جوانی، در فضای گرم آرزوها و شادی دستاوردها. پس همیشه بکوشید تا دستاورد به دست آورید و نامبردار دولت و ملت عزیزمان گردید، چون که پیشوای ملت میگویند جوانان سازنده و آینده این ملتند. پس برنامه دنیا پر از جوانی است، به انتهای خوش میرسد. خیر عزیزان، تا برنامه های آینده. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.